مجموعه خاطرات خورشید. این داستان مثل این کودک خدا را دوست بدارید. در یک بعد از ظهر زیبا که دیگر خبری از سوز و گرمای خورشید نبود، نسیم خنکی در کوچه های مدینه می‌وزید. نخل‌ها سرسبز و خرم بودند و گنجشک‌ها از زمین دانه برمی‌چیدند. بچه‌ها شادی کنان در کوچه بازی می‌کردند و به دنبال یکدیگر می‌دویدند. اگه می‌تونی منو بده بیا این طرف. الان بهت میرسم و میگیرم. در این هنگام پیامبر و چند تن از اصحاب از آن محل می‌گذشتند. یکی از پسرها به سرعت خود را به پیامبر رساند و در مقابل او ایستاد. سلام علیکم ای مرد جوان. علیکم السلام ای رسول خدا. آیا مرا دوست داری؟ آری، به خدا قسم شما را خیلی دوست دارم. مثل چشمهایت؟ بیشتر از آنها. مثل پدرت؟ بیشتر از پدرم. مثل مادرت؟ بیشتر از مادرم. مثل جان خودت؟ ای رسول خدا، من شما را خیلی دوست دارم، حتی بیشتر از جان خودم. آفرین، احسنت، بارکالله. آیا از خدایت نیز مرا بیشتر دوست داری؟ نه، ای رسول خدا، من شما را به خاطر خداوند دوست دارم. پیامبر کودک را در بغل گرفته و او را می‌بوسد. یاران من، شما هم اینطور خدا را دوست داشته باشید.